ایرانیه. نگاه ایرانیه مادرش ایرانیه. دختر کجایی الان؟ دختر دانمارک دیگه. با کی هست؟ با هیچ کی دیگه. کلا دو تاین. دو تا چی هست؟ 2 تا خواهرن؟ 2 تا خواهرن. این بزرگه. الان هر دوتاشون ناعروسن؟ 2 تاشون ناعروسن. بعد دیگه پول دار، همه چی اقامت میگیره و فلان و الان میخوام باش صحبت کنم اگه بشه یک سفر برم مسافرت. بگی خول رفتی؟ با قرآن خوبه، نگاه کن بستم اینا یکم تموم همه کاراشو کرده، یکم یخی هست اصلا این کاراشو کرده دیگه، دیوانه خاک تو سر. ولی خارجی یارو خوبه. برای پول؟ نه برای پول جیغ نه. نکش اوی که خوابه، جیغ نکش. لا اله الا الله. خوبه، ما نمیگیم بده. قدشو نگاه، هم قد خودمه. باشه بس یک چیز دیگه، عکسای دیگه. بیا این عکس دیگه. آدم قطعای اونجا همه رو نشسته لب ساحل. خدا مرگو. خب دیگه اونجا خارج طبیعیه دیگه این چیزا. یعنی تو همشه با خودم رو پسند کردم، میخوام باش صحبت کنم. باره بیمیر بره زن، زندگی خوب نیست. چرا نه، میخوام باش برم. دوست باش. نگاه چه بوره بلنده. آمد ایران باش دوست باید باش. برم جاش، نمیشه که ما بیام او بیه. ما باید برم اونجا صحبت کنم باش، ببینم چه جوریه فلانه. خرفتی تو. خیلی خوبه. نگاه چه قدی داره. با خدا خیلی خوبه. ما نمیگیم بده. نگاه ما میگیم الان دختر قطعاییه که تو. ها قطعاییه، همه چی داره. یعنی واقعا چیه سفت داری میزنی ها؟ نه چیه؟ با خدا خوبه. چی نکیش. بابا خوبه یارو. بیار همه چی داره، بری چی نکنم. چی داره؟ قیافه داره، تیپ داره. نه الان دیگه خانواده داره. چی داره؟ چی میدونم دیگه. زندگیش کو؟ همه چی داره. شما بری اونجا دانمارک دیگه، همه چی اوکیه. یعنی تو باید بری همونجا زندگی کنی؟ بله دیگه. تو غلط میکنی؟ با خدا برو بابا، همون موقع برو. این خیلی خوبه. مثلا اینجا خارج. همچه یک دیگه آدم بیه که تعریف کنه، حرف بزنه. نه ما میخوام صحبت کردم باش، حرف زدم. که همه رو میخوام بیام به تو بگم. یعنی از خیلی وقت از کی جو کردی؟ دیگه یک 2 هفته هست. 2 هفته یا 2 شبه؟ خب حالا خدایی خیلی خوبه. یا ابوالفضل. برو بابا ما واسه اینو دیگه چی داره؟ فقط همه که میگه بعد بیای اونجا دیگه. متین میزنم به تا بسیده باش. خدا مادرش عاشقم رفته. مادرش گو خورده که عاشق رفته، مگه دهن کسیه؟ خولی تو عاشق برن آدم نباید تو بخوره.